نشر تازه‌ترین تصاویر از محفل عروسی فرزان ناز در صفحات مجازی. آیا با واقعیت فرزان ناز بار دیگر ازدواج کرد؟ همسر دوم فرزان ناز کی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی فرزان ناز کاملا بدور از تصور. فرزان ناز در دبی توسط چه افراد حمایت می شود؟ گفتنی‌های تازه دوست پسر فرزان ناز. من در این ویدیو برامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. فرزان ناز دختر خانم با استعداد، چهره شناخته شده و مطرح در میان صفحات مجازی افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. فرزان ناز به کارهای هنر موسیقیش از سن نوجوانی علاقه فراوان داشت و توانست در هنر موسیقی افغانستان جایگاه هنری خاصی برای خودش کسب کند. اما فرزان ناز هیچ زمان نتوانست آن مقام و منزلت و محبوبیت خودش را برای دیر مدت کسب کند. فرزان ناز بالاخره هنر موسیقی را ترک کرد و شروع به کارهای رسانه‌ای دیگر از طریق صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک آغاز کرد. فرزان ناز دوستداران و طرفدارانش در صفحات مجازی هم وی را حمایت می‌کند. این همه در حالی است که تازه تصاویر فرزان ناز در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی باری دیگر در کشور دبی با دوست پسر هندیش ازدواج کرده است و به همین دلیل فرزان ناز مدتی از صفحات مجازیش به دور بود. اما نشر تصاویر عروسی وی در صفحات مجازی مورد نقد و نظر شدید دوستداران و طرفدارانش قرار گرفته است، ولی فرزان ناز حمایت خوبی از طرف دوستدارانش در کشور دبی هم می شود. هر انسان خودش میداند و زندگیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای فرزان ناز با جمعی جوانان کشور از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان فرزان ناز به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.